ترور آریانا سعید در کشور استرالیا که اصلا باورتان نمی شود. سوء قصد جانی با آریانا سعید و اسیب. اکنون آریانا سعید و اسیب در کدام کشور زندگی می کند؟ صحت آریانا سعید چگونه می باشد؟ آریانا به چی دلیل به کشور استرالیا سفر کرده بود؟ آیا سوء قصد آریانا سعید قصدی بوده است از سوی دشمنانش و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلها، هنرمندی خوش صدای افغان که با صدای سریلش در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را دارد. آریانا سعید بالخصوص با سرودن آهنگ‌های میهنی مانند گل سیب و شاک کوجان شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را کسب کرد. آریانا همه ساله کنسرت‌هایی در سرتاسر جهان برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کند. وی در کشور استرالیا و زیلند جدید کنسرت‌های پی در پیش را برگزار کرد. در کشور استرالیا بعد از ختم کنسرتش از طرف افراد ناشناس مورد سوء قصد جانی قرار گرفت، ولی آریانا سعید جان سالم به در برد و تاکنون آریانا و اسیب درباره حقیقت و جزئیات این ماجرا ابراز نظر نکردند. آریانا سعید در کشور استرالیا درآمد خوبی از کنسرت‌هایش داشته است. آریانا اکنون در کشور ترکیه زندگی می کند و مانند قبل به کارهای هنریش ادامه داده است. من آرزوی موفقیت، خوشبختی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. آریانا سعید هنرمند خوشقلب افغانستان است که کمک‌هایش همه ساله برای مردم و ملتش ادامه داشته است. دوستان و عزیزانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده. الله نگهدار.